رزمایش را آغاز کنید. امروز چیکار کردیم با دشمن؟ دشمن؟ کدوم دشمن؟ مگه کسی جرأت میکنه دشمن مقام عظما باشه؟ فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینجا حضور دارند و قرار هست که موشک‌های قدرتمند هوافضای سپاه به اهداف از پیش تعیین شده برخورد کنند. این ثمره 37 سال خرج سرمایه‌های ملی جهت حال دادن به مقام عظماست که شما امروز تبلورش رو دیدید. البته از حق نگذریم، مقام عظما هم سرمایه زیادی رو خرج دود این موشک‌ها کردن. سردار از دقیق زن به نقطه زن تبدیل شد تو این رزم. بله 100%. ما دقیق رو میزنیم، نقطه رو میزنیم، استکبار رو میزنیم، کوبیده رو میزنیم، چنجه رو میزنیم، شیشلیک رو میزنیم، اصلا یه جورایی دونونش میکنیم که مقام عظما یه وقت ضعف نکنه این وسط ننمرده. از گنبد آهنین رو شکستید با این. گنبد چی؟ آها اون گنبد رو میگی. بله گنبد که چیز خوبیه، خیلی عالیه. سفارشش رو دادیم، قرار از اون مدلای آهنی نشکنش رو بیارن واسه مرقد گنبد امام. گنبد امام شکسته. رزمایش را آغاز کنید. آخه این صحنه رو واسه چی پخش میکنید؟ یعنی انقدر نفهمید که متوجه نمیشید اگه دشمنان نظام این صحنه رو ببینن دخلمون رو در میارن. همه وایسادیم اون طرف، موشک از پشت سرمون شلیک میشه، بعد اون اسکل هم مثل ندید بدیده ها میره سمت موشک، انگار عمه‌شو دیده. یکم شعور داشته باشید دیگه بابا. اگر تهدید جدی بشه و اسرائیل حالا خطایی کنه، چند دقیقه بعد باید جوابشون در شهر؟ ببینید در جنگ طراحی هم حماقت میخواد. یعنی شما باید متکی بر نیروهای بسیار بیشعور مانند بروبکس بسیج و سپاه باشید که مثل یه مشت حیوان به محض شروع جنگ پشت سر سرداران سپاه و البته مقام عظما بزنن به چاک و صحنه رو دو دستی تقدیم دشمنان نظام کنن. یعنی یه همچین مکانیزمی داره. متوجه هستی چی میگم؟ مکانیزمشو دارم میگم. و هدفم مشخص. هدف؟ کدوم هدف؟ چت کردی؟ برو بابا، ما محل شلیک موشکای خودمون رو هم نمیدونیم، بعد قرار هدف رو بزنیم؟ هدف هم مشخصه. دلت خوشا؟ جمع کنید بابا این مسخره بازیاتون رو. آبرو واسه مقام عظما هم نذاشتید. کشکی ما رو هم آوردید تو این بیابون که سگ صاحبشو نمیشناسه.